نونه تارت ما آماده شد. فوق‌العاده خوشگل و بسیار خوشمزه. این بافت نونه ببینید چند لایه است و فوق‌العاده خوشمزه و عالیه. حالا روی این حلوا اگر بذارید واقعا یه طعم بی‌نظیر رو تجربه میکنید. برای درست کردن تارت حلوا ما کری که بلافاصله از یخچال در بردیم، یعنی سرد یخچالی هست، رو میتونیم اینجوری خورد کنیم، ولی بهترین روش درست کردن تارت با دست اینه که کرمون رو به همراه آرد رنده کنیم. یه مقدار کره رو رنده میکنیم و کم کم مخلوط آرد رو بهش اضافه میکنیم. برای اینکه تارت ما یه تارت خوش بافت و نرمی بشه و خشک نشه، نباید حرارت دست به کره برسه و به اصطلاح بافت تارتمون گرم بشه. باید با حوصله این مواد رو با هم مخلوط کنید. اینجوری آرد و کره رو اینطوری با هم مخلوط کنید و کم کم ادامه کار رو با هم میبینیم. یک روش دیگه درست کردن تارت اینه که شما میتونید از دستگاه‌های غذاساز و خردکن استفاده کنید، یعنی کره و آرد رو همزمان با هم توی دستگاه غذاساز بریزید. اما من روش ساده و عالیش رو به شما یاد میدم. حالا شما هر کاری که دوست داشتین، راحت‌تر بودین، میتونید هم کار رو انجام بدین. الان کره من از توی فریزر اومده بیرون. اگر دمای کره بالا باشه شله و به این کیفیت در نمیاد. شما میتونین همزمان که از یخچال آوردین بیرون این کار رو انجام بدین. کلا برای درست کردن تارت حتما باید تمام مواد سرد یخچالی باشن، دمای محیط نباید باشن، باید موادمون سرد باشن. حتی تخم مرغ رو که میخوایم بهش اضافه کنیم، همون زمانی که میخوایم درست کنیم تخم مرغ رو از یخچال در بیاریم. با نوک انگشتاتون کم کم کره و آرد رو به خورد هم بدید. سعی کنید از کف دستتون استفاده نکنید، چون کف دست حرارت داره و گرما میده. خب توی این مرحله شما نمک و وانیل رو هم اضافه کنید. اینم وانیل و پودر شکر. کم کم اینا رو به حالت یه بافت خمیری شکل در میاریم با همین نوک انگشتمون. حالا توی این مرحله زرده تخم مرغ رو هم اضافه میکنم. خب زرده تخم مرغ رو هم اضافه میکنیم. یه مقدار مواد رو با دست مخلوط میکنیم. با نوک انگشتاتون هم بزنید و حالا کم کم شیر سرد یخچالی رو به مخلوطمون اضافه میکنیم. چون آبخور آردها با هم فرق داره و همینطور اندازه زرد تخم مرغ، بر همین ممکنه که از این 80 میلی لیتر کمتر استفاده بشه. خب کم کم خمیر ما از حالت پودری داره در میاد، شکل خمیر میشه. حالا من یه مقدار دیگه شیر رو اضافه میکنم. خب خیلی نباید ما خمیرمون رو ورز بدیم. در همین اندازه که خمیر داره جمع میشه، ببینید من شیرم هم اضافه اومد دیگه. من مابقی شیر رو نمیریزم، از یه قاشق غذاخوری شیر اضافه اومد و ببینید شما یه بافت چسبنده داره. خمیر ما توی یخچال میذاریم توی کیسه فریزر، 1 ساعت توی یخچال استراحت میکنه.
خمیر نون تارت، چون ما برای حلوا میخوایم استفاده کنیم پودر شکر بهش اضافه کنیم، این میره توی یخچال. ولی اگر شما برای فینگر فودها و غذا بخواید به عنوان غذا ازش استفاده کنید، پودر شکر رو نزنین، یک مقدار نمکش رو بیشتر بزنید. نمکش برای این رسیپی میشه 1/4 قاشق چای خوری که شما میتونید اون رو برای غذا استفاده کنید. خمیر تارت ما 1 ساعت توی یخچال استراحت کرده و الان میاریمش بیرون که ازش تارته کوچیک برای حلوامون درست کنیم. ما توی این مرحله باید زیر کارمون رو آرد پاشی کنیم. چون تازه از یخچال اومده بیرون یه مقدار سفته، یکم با وردانه روش کار میکنیم که یکم خمیرمون باز شه. ضخامت خمیرمون در حدود نیم سانته، چون هم یه مقدار کمتر. نه خیلی نازک بگیرید، نه خیلی ضخیم، که تارتتون خوب در بیاد. همینطور که شروع کردیم به باز کردن خمیر، فرتون رو هم با دمای 180 درجه روشن کنید. این آموزش تارت چون برای حلوا هست خیلی سبک و ساده در نظر گرفتم، اما اگر آموزش تخصصی تارت رو بخواید توی آموزش‌های بعدی حتما با تمام نکات ریز در خدمتتون هستم و آموزشش رو براتون میذارم. خمیر رو از بالا به پایین در نظر بگیرید. شروع کنید از وسط به بالا وردانه کشیدن و از وسط به پایین وردانه کشیدن تا خمیرتون یک دست و صاف در بیاد. خب ضخامت این خمیر تارت که من میخوام در بیارم حدود 3 میله. حالا شما هر چقدر که نازک و کلفتی شد میتونید سلیقه‌ای انجام بدید. من میخوام روی این قالبای شبیه قالب کیک یزدیه، قالبای تارته، میخوام روی اینا کارم انجام بدم و یه مقدارش هم ساده میخوام روی سینی بذارم. هر دو مدل میخوام بهتون نشون بدم. ببینید ما میتونیم همین قالب رو خود خمیر فشار بدیم و خمیر رو در بیاریم بندازیم پشت قالب. خمیر رو میندازیم پشت قالب، با دست مقدار فشارش میدیم. اینجوری تارتامون یکم بزرگتر میشه. توی قالب هم میتونیم بندازیم، ولی من میخوام تارتام بزرگتر بشه و هم که خیلی راحت تر جدا میشه. با سیخ چوبی، حالا هر کدومش که دم دستتون بود، چند تا سوراخ میزنین که چون این خمیر یه مقداری پف میکنه. بعد از پختن یه مقدار این خمیر پف میکنه. حالا اینو میتونید چه سینی فرتون از این قالبای گرد سایزهای مختلف شما میتونید استفاده کنید، هر سایزی که مد نظرتون بود. از این قالب کیک یزدی هم میتونید استفاده کنید. مثلا کاتر بزنید، خمیر رو در بیارید، باز بندازید پشت چیز یا بندازید توی قالب و با دست اینو بکشید و نونای تارت درست کنید. من مدل‌های مختلف رو اینجا بهتون میگم، حالا دیگه سلیقه‌ای هر جوری که دوست داشتید رو میتونید انتخاب کنید. این هم یه مدل تارت. وقتی که خمیر تارت رو پهن کردید باید سرعت عمل داشته باشید و تون تون خمیرها رو به سینی فر انتقال بدید، چون این خمیر خیلی حساس، کره‌ایه و باید خیلی زود
یا تو سینی میچینیم پر میکنین. یادم یادتون باشه مثل کراکر روشو حفره بزنید. خب نونای تارت ما پخته شد. ببینید زیر و روش تقریبا یکم طلایی شد، نیاز نیست که خیلی بخواد قهوه‌ای بشه. این مدل حالت کراکر زدیم، روشو سوراخ کردیم. خب یه دقتی که باید داشته باشیم، چون این نون کره داره خیلی خمیرش حساسه و باید سریع جمع بشه. سریع شما کاتر بزنید بره تو یخچال چند دقیقه 20 دقیقه بمونه و بره توی فه. ولی اگر برای سفارشات بیرون خواستید که تارت بزنید، حالا اگر از تارت آماده استفاده میکنید که خیلی راحت‌تر و بهتره، کارتون سرعت داره، اگر حالا خواستین کار خونگی بهشون ارائه بدین، میتونید توی این دستور به جای کره از روغن صاف قنادی 20 گرم کمتر از مقدار کره استفاده کنید که اون خمیر فوق‌العاده خوش دسته و بارها شما میتونید خمیر رو جمع کنید و کاتر بزنید. این هم از تارت های ما. حتما این ویدیو رو ذخیره کنید چون ما خیلی کار داریم با این نون تارت و خیلی کارهای دیگه میخوایم با این نون تارت انجام بدیم و کاربرد بسیار زیادی توی قنادی داره. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. حتما همراه خوب ما باشین، از ما حمایت کنید و ویدیو رو لایک کنید. هر سوالی که داشته باشید توی کامنت ها پاسخگو هستم. خوشخوراک و خوشمزه باشید.